از شیخ بهاءالدین عاملی دعایی برایتان آوردم که خود آقا به صحت بودن و مجرب بودنش و جان خودش سوگند یاد می کند. این دعایی است که بارها و مکرراً توسط اشخاص زیادی انجام شده که ردخور نداشته و بسیار مجرب است. در نخست جهت دیدن و تماشای دعاهای بیشتر و حمایت از من لطفاً کانالم را دنبال کنید. انشاءالله این جمعه رسیدن به خواسته و آرزویی باشد که خیلی وقت منتظر اجابتش هستیم. از شیخ بهاءالدین عاملی نقل شده در شب جمعه این دعا را بر 41 دانه گندم بخواند و بر بام خانه ریزد تا مرغ‌ها بخورند. اگر حاجتش روا نشد بر من بد گوید و آن دعا این است: بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله بعونک و قدرتک، لا اله الا الله بحقک و حرمتک، لا اله الا الله فرجنی من امری فرجا و مخرجا ربنا یا ارحم الراحمین. توجه داشته باشید بر هر دانه گندم 1 بار بخوانید.